هم‌یاران عزیز، امروز 13 مارس سال 2025 ما امروز در باغ کار کرده ایستادیم. آن همجا همش رو کنده، دو قطار انگور رو کنده، جوش رو تک پیوندی گیلاس و تک پیوندی سیب میشونیم تا اینکه گیلاس و سیب در وطن خودمون براید و ارزان براید. لیکن خدا میداند ارزان برآمدنش رو، چونکی من همجا 6 تا کارگر آوردم از مردی کار بازار. روزی کاری 250 سومونی. اگه من 10 روز کار کنم 12,500 سومون میشد یا 15,000 سومون میشد، نمیدونم. البته باعث خرسندی است، من وقتم خوش است که نرخ کار قیمت شده است. 250 سومون این میبرن زندگیشون رو میبینن، یک کودکاشون رو یکون چی میخرن. لیکن این گندگیشون است که این پول بالای نرخی نهال خوب میرود. انا همدیران عزیز، تاجیکستانی ما پیش رفته ایستاده است. نرخ کارگر قیمت شده ایستاده است، معاش قیمت شده ایستاده است، زندگی خوب شده ایستاده است. 250 سومونی در یک روز گیرد. این پولی کم نه. این با خوراک آوردیم، رمضان هم باشد، اینا روزه خور بسیارشون. من همدیران عزیز، کار در اوج است. من خیلی شما هم باغ‌ها کنید، آباد کنید، وطن رو در یک جایگی آباد کنیم. در پناه خدا باشید.